بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند. با صدای علیرضا اکبریان. داشاکل، اثر صادق هدایت. همه اهل شیراز می دونستن که داشاکل و کاکا رستم سایه همدیگر رو با تیر می زنن. یه روز داشاکل روی سکوی قهوه خونه 2 میل چندک زده بود، همونجا که پاتوق قدیمیش بود. قفس کرکی که روی شله سرخ کشیده بود و پهلوش گذاشته بود و با سر انگشتش یخ و دور کاسه آب می گردوند. ناگاه کاکا رستم از در اومد. یه نگاه تحقیرآمیز بهش انداخت و همینطور که دستش پر شالش بود رفت رو سکوی مقابل نشست. بعد رو کرد به شاگرد قهوه چی و گفت بچه یه چایی بیار ببینم. داشاکل یه نگاه پرمعنی به شاگرد قهوه چی انداخت، طوری که ماسا رو کیسه کرد و فرمان کاکا رو نشینده گرفت. استکانا رو از جام برنجی در می آورد و تو سطل آب فرو می کرد. بعد یکی یکی خیلی آهسته اونا رو خوش می کرد. از مالش حوله دور استکان صدای قژ قژ بلند شد. کاکا رستم از این بی‌اعتنایی خشمگین شد و دوباره داد زد مگه کری؟ به تو هم؟ شاگرد قهوه چی با لبخند مردد به داشاکل نگاه کرد. کاکا رستم از بین دندوناش گفت اروای شیکمشون، اونایی که قپی پا میشن اگه لوتین امشب میان دست و پنجه نرم میکنن. داشاکل همینطور که یخ و دور کاسه میگردوند و زیر چشمی وضعیتو میپایید خنده گستاخی کرد که یه رج دندونای سفید محکم از زیر سیبیل حنا بستش برق زد و گفت بی غیرتا رجز میخونن، اون وقت معلوم میشه رستم سولت کیه، افندی پیزی کیه. همه زدن زیر خنده، نه این که به گرفتن زبون کاکا رستم بخندن، چون میدونستن که اون زبونش میگیره. ولی داشاکل تو شهر مثل گاو پیشونی سفید سرشناس بود و هیچ لوتی پیدا نمیشد که ضرب شستشو نچشیده باشه. هر شب وقتی تو خونه ملا اسحاق یهودی یه بت عرق 2 آتیشه رو سر میکشید و دم محله سردزدک وای میساد، کاکا رستم که سهل بود، اگه جدشم میومد لنگ مینداخت. خود کاکا هم میدونست که مرد میدون و حریف داشاکل نیست، چون 2 بار از دستش زخم خورده بود و 3-4 بارم رو سینه‌اش نشسته بود. بخت برگشته کاکا رستم چند شب پیش میدون خالی دیده بود و گرد و خاک میکرد. داشاکل مثل عجل معلق سر رسید و یه مش متلک بارش کرده بود و بهش گفته بود کاکا مردت خونه نیست؟ معلوم میشه یه بس وافور بیشتر کشیدی، خوب شنگولت کرده. میدونی چیه؟ این بی غیرت بازی ها، این دون بازی ها رو بذار کنار. خودتو زدی به لاتی، خجالت هم نمی کشی؟ این هم یه جور گداییه که پیشه خودت کردی. هر شب خودت جلوی راه مردم رو میگیری. به پوریای ولی اگه 2 مرتبه بدمستی کنی سیبیلتو دود میدم، با برگه همین غمه 2 نیمت میکنم. اون وقت کاکا رستم دمشو گذاشت رو کولش و رفت، اما کینه داشاکلو به دلش گرفته بود. پی بهونه میگشت تا تلافی کنه. از طرف دیگه داشاکلو همه شیراز دوست داشتن، چون همونطور که محله سردزدک و قروق میکرد
کاری به کار زن و بچه ها نداشت، بلکه برعکس با مردم به مهربونی رفتار میکرد و اگه اجل برگشته ای با زنی شوخی میکرد یا به کسی زور میگفت دیگه جون سالم از دست داشاکل به در نمیبرد. اغلب دیده میشد داشاکل از مردم دستگیری میکرد، بخشش میکرد و اگه دنگش میگرفت بار مردم رو به خونهشون میرسوند. ولی بالا دست خودش هم چش نداشت کسی رو ببینه. اونم کاکا رستم که روزی 3 مسقال تریاک میکشید و 1000 جور بامبول میزد. کاکا رستم از این تحقیری که تو قهوه خونه بهش شد مثل برج زهرمار نشسته بود و سیبیلشو میجوید. اگه کاردش میزدن خونش در نمیومد. بعد از چند دقیقه که شلیک خنده فروکش کرد همه آروم شدن جز شاگرد قهوه‌چی که با رنگ تا سیده پیرن یخ حسنی، شب کلاه و شلوار دبی دستش رو دلش گذاشته بود، از زور خنده پیچ و تاب میخورد و بیشتر سایرین به خنده اون میخندیدن. کاکا رستم از جا در رفت، دست کرد قندون بلورتراش و برداشت برا سر شاگرد قهوه‌چی پرت کرد، ولی قندون به سماور خورد و سماور از بالای سکو با قوری به زمین غلتید و چند تا فنجون رو شکست. بعد کاکا رستم بلند شد و با چهره برافروخته از قهوه خونه بیرون رفت. قهوه‌چی با حال پریشون سماور رو وارسی کرد و گفت رستم بود و همین یه دست اسلحه، ما بودیم و همین سماور لکنته. این جمله رو با لحن غم‌انگیزی ادا کرد، ولی چون تو اون کنایه به کاکا رستم زده بود بدتر خنده شدت کرد. قهوه‌چی از پیسی به شاگردش حمله کرد، ولی داشاکل با لبخند دست کرد، یک کیسه پول از جیبش در آورد، اون میون انداخت. قهوه‌چی کیسه رو برداشت و وزن کرد و لبخند زد. در این بین مردی با پستک مخمل، شلوار گشاد و کلاهنمدی کوتاه سراسیمه وارد قهوه خونه شد. نگاهی به اطراف انداخت، رفت جلوی داشاکل سلام کرد و گفت حاجی صمد مرحوم شد. داشاکل سرشو بلند کرد و گفت خدا بیامرزتش. مگه شما نمیدونید وصیت کرده؟ من که مرده خور نیستم، برو مرده خورا رو خبر کن. آخه شما رو وکیل وصی خودش کرده. مثل این که از این حرف چرت داشاکل پاره شد. دوباره نگاهی به سرتاپای اون کرد، دست کشید رو پیشونیش. کلاه تخم مرغیش پس رفت و پیشونی دورنگش معلوم شد که نصفش از آفتاب سوخته و قهوه‌ای رنگ شده بود، نصف دیگهش که زیر کلاه بود سفید مونده بود. بعد سرشو تکون داد، چپق دست خاتمشو در آورد، به آهستگی سرش توتون ریخت و با شستش دور اونو جمع کرد، آتیش زد و گفت خدا آجی رو بیامرزه. حالا که گذشت، ولی خوب کاری نکرد، ما رو تو دغمسه انداخت. خب تو برو، من از عقب میام. کسی که وارد شده بود پیشکار حاجی صمد بود و با گام‌های بلند از در بیرون رفت. داشاکل سگرمشو تو هم کشید، با تفنن به چپقش پک میزد و مثل این بود که ناگهان روی هوای خنده و شادی قهوه خونه از ابرهای تاریک پوشیده شد. بعد از اون که داشاکل خاکستر چپقشو خالی کرد بلند شد، قفس کرکو به دست شاگرد قهوه‌چی سپرد و از قهوه خونه بیرون رفت. وقتی که داشاکل وارد بیرونی حاجی صمد شد ختم و ور چیده بودن. فقط چند نفر قاری و جزوه‌کش سر پول کشمکش داشتن. بعد از اینکه چند دقیقه دم حوض معطل شد اونو وارد اتاق بزرگی کردن که عروسی‌هاش رو به بیرون باز بود. خانم اومد پشت پرده و پس از سلام و تعارف معمولی داشاکل رو تشک نشست و گفت
خانم سرتون سلامت باشه. خدا بچه هاتون رو بهتون ببخشه. خانم با صدایی گرفته گفت: همون شبی که حال حاجی به هم خورد رفتن امام جمعه رو سر بالینش آوردن. حاجی در حضور همه آقایون شما رو وکیل وصی خودش معرفی کرد. لابد شما حاجی رو از پیش میشناختین. ما 5 سالی پیش تو سفر کازرون با هم آشنا شدیم. حاجی خدا بیامرز همیشه میگفت اگه یه مرد هست فلانیه. خانوم، من آزادی خودم و همه چی بیشتر دوست دارم. اما حالا که زیر دین مرده رفتم به همین تیغ آفتاب قسم اگه نمردم به همه این کلم به سرا نشون میدم. بعد همینطور که سرشو برگردوند از لای پرده دیگه دختری رو با چهره برافروخته و چشمای گیرنده‌ای سیاه دید. 1 دقیقه نکشید که تو چشمای هم دیگه نگاه کردن، ولی انگار دختر مثل این که خجالت کشیده پرده رو انداخت و عقب رفت. آیا این دختر خوشگل بود؟ شاید. ولی در هر صورت چشمای گیرندش کار خودش رو کرد و حال داشاکل رو دگرگون کرد. سرشو پایین انداخت، سرخ شد. این دختر مرجان دختر حاجی صمد بود که از کنجکاوی اومده بود داش سرشناس و قیم خودشونو ببینه. داشاکل از روز بعد مشغول رسیدگی به کارهای حاجی شد. با 1 نفر سمسار خبره، 2 نفر داش محل و 1 نفر منشی همه چی رو با دقت ثبت و سیاهه برداشت. اون چه زیادی بود تو انباری گذاشت، درشو مهرموم کرد. اون چه فروختنی بود فروخت، قباله‌های املاک داد براش خوندن، طلباشو وصول کرد و بدهکاریاشو پرداخت. همه این کارا تو 2 روز و 2 شب روبرا شد. شب سوم داشاکل خسته و کوفته از نزدیک چارسوی سید حاج غریب به طرف خونش میرفت. تو راه امام قلی چلنگر به اون برخورد و گفت: تا حالا 2 شبی که کاکا رستم چشم به راه شما بود. دیشب میگفت یارو خوب ما رو قال گذاشت و شیخی رو دید. به نظرم قول شیادش رفته. داشاکل دست کشید به سیبیلش و گفت: بی خیالش باش. داشاکل خوب یادش بود 3 روز پیش تو قهوه خونه 2 میل کاکا رستم براش خط و نشون کشید. ولی از اونجایی که حریفش رو میشناخت و میدونست که کاکا رستم با امام قلی ساخته تا اونو از رو ببرن، اهمیتی به حرفش نداد. راه خودش رو پیش گرفت و رفت. میون راه همه هوش و حواسش متوجه مرجان بود. هر چی میخواست صورت اونو از جلوی چشمش دور کنه بیشتر و سخت‌تر تو نظرش مجسم میشد. داشاکل مردی 35 ساله، تنومند ولی بدسیما بود. هر کس دفعه اول اونو میدید قیافش تو ذوقش میزد. اما اگه یه مجلس پای صحبت اون میشستن یا حکایتایی که از دوره زندگیش ورد زبونا بود و میشنیدن شیفتش میشدن. هر وقت زخمای چپندر راست غمه که به صورتش خورده بود و ندیده میگرفتن، داشاکل قیافه نجیب و گیرنده‌ای داشت. چشمای میشی، ابروهای سیاه پرپوش، گونه‌های فراخ، بینی باریک با ریش و سیبیل سیاه. ولی زخما کارشو خراب کرده بود. روی گونه‌ها و پیشونیش جای قد
داره بود که بد جوش خورده بود و گوشت سرخ علای شیارای صورتش برق میزد. و از همه بدتر یکی از اونا کنار چشم چپشو پایین کشیده بود. پدرش یکی از ملاکین بزرگ فارس بود. زمانی که مرد همه داراییشو به پسر یکی دونش داد. ولی داشاکل پشت گوش فراخ و گشاد باز بود. به پول مال دنیا ارزشی نمیذاشت. زندگیشو به مردونگی و آزادی و بخشش و بزرگمنشی میگذروند. هیچ دلبستگی دیگه‌ای در زندگیش نداشت. همه داراییشو به مردم ندار و تنگ دست بذل و بخشش میکرد. یا عرق دو آتیشه مینداخت بالا و سر چهارراه نعره میکشید، یا تو مجالس بزم با یه دسته از دوستان که انگلش شده بودن صرف میکرد. همه معایب و محاسنش تا همین اندازه محدود میشد. ولی چیز شگفت‌آور این که تا حالا موضوع عشق و عاشقی تو زندگیش رخنه نکرده بود. چند بارم که رفقا زیر پاش نشسته بودن و مجالس محرمانه فراهم کرده بودن، او همیشه کناره گرفته بود. اما از روزی که وکیل وصی حاجی صمد شد و مرجانو دید، تو زندگیش تغییر کلی رخ داد. از یه طرف خودشو زیر دین مرده میدونست و زیر بار مسئولیت رفته بود، از طرف دیگه دل باخته مرجان شده بود. ولی این مسئولیت بیش از هر چیز اونو تو فشار گذاشته بود. کسی که تو مال خودش توپ بسته بود و لاابالیگری مقداری از داراییشو آتیش زده بود، هر روز از صبح زود که بلند میشد به فکر این بود که درآمد املاک حاجی رو زیادتر کنه. زن و بچه‌هاشو تو خونه کوچیک‌تر برد و خونه شخصیشونو کرایه داد. برای بچه‌هاش معلم سرخونه آورد. داراییشو به جریان انداخت و از صبح تا شام مشغول دوندگی و سرکشی به علاقه و املاک حاجی بود. از این به بعد داشاکل از شبگردی و قرق کردن چارسو کناره گرفت. دیگه با دوستاش نمی جوشید. اون شور سابق از سرش افتاد. ولی همه داشا و لاتا که باهاش همچشمی داشتن به تحریف آخوندا که دستشون از مال حاجی کوتاه شده بود، دور به دستشون افتاده بود و برای داشاکل لغز میخوندن و حرفش نقل مجالس و قهوه خونه ها شده بود. تو قهوه خونه پاچنار اغلب تو کوک داشاکل میرفتن و گفته میشد: داشاکلو میگی؟ دهنش میچاد. سگ کی باشه؟ یارو خوب دک شد. تو خونه حاجی موسموس میکنه، گویا چیزی میماسه. دیگه دم محله سردزدک که میرسه دومشو تو پاش میگیره و رد میشه. کاکا رستم با عقده‌ای که تو دلش داشت با لکنت زبونش میگفت: سر پیری و معرکه گیری یارو عاشق دختر حاجی صمد شده. گزلیکشو غلاف کرد، خاک تو چشم مردم پاشید. کتره‌ای چو انداخت تا وکیل حاجی شد و همه املاکشو بالا کشید. خدا بخت بده. دیگه حنای داشاکل پیش کسی رنگ نداشت. براش تره هم خورد نمی کردن. هر جا که وارد می شد در گوشی با هم پچ پچ می کردن و اونو دست می انداختن. داشاکل از گوشه و کنار این حرفا رو می شنید ولی به روی خودش نمی آورد. اهمیتی هم نمی داد. چون عشق مرجان طوری تو رگ و پیش ریشه دوونده بود که فکر و ذکری جز اون نداشت. شبا از زور پریشونی عرق میخورد و برای سرگرمی خودش یه توتی خریده بود. جلوی قفس میشست و با توتی درد دل میکرد. اگه داشاکل مرجانو خواستگاری میکرد البته مادرش مرجانو رو دست بهش میداد. ولی از طرف دیگه نمیخواست پابند زن و بچه بشه. میخواست آزاد باشه، همونطور که بار اومده بود. به علاوه پیش خودش گمون میکرد اگه دختری که بهش سپرده شده رو به زنی بگیره نمک به حرومی کرده.
از همه بدتر هر شب صورت خودشو تو آینه نگاه میکرد. جای جوش خورده زخمای غمه گوش چشم پایین کشیده شدهشو برانداز میکرد. با آهنگ خراشیده‌ای بلند بلند میگفت شاید منو دوست نداشته باشه، بلکه شوهر جوون و خوشگل پیدا کنه. نه، مردونگی دوره. اون 14 سالشه، من 40 سالمه. اما چه کنم؟ این عشق منو میکشه. مرجان، تو منو کشتی. به کی بگم؟ مرجان، عشقت منو کشت. اشک تو چشماش جمع میشد و گیلاس رو گیلاس عرق میخورد. اون وقت با سردرد همینطور که نشسته بود خوابش میبرد. ولی نصف شب، اون وقتی که شهر شیراز با کوچه های پرپیچ و خم و باغای دلگشا و شرابهای ارغوانیش به خواب میرفت، اون وقتی که ستاره‌ها آرام و مرموز بالای آسمون قیرگون به هم چشمک میزدن، اون وقتی که مرجان با گونه‌های گلگونش تو رخت خواب آهسته نفس میکشید و گزارش روزانه از جلوی چشش میگذشت، همون وقت بود که داشاکل حقیقی، داشاکل طبیعی با تمام احساسات و هوا و هوس بدون رو در وایسی از تو قشری که آداب و رسوم جامعه به دورش بسته بود بیرون می اومد و آزادانه مرجان و تنگ تو آغوش می کشید. تپش آهسته قلب، لبهای آتشین و تن نرمش رو حس می کرد. از روی گونه‌هاش بوسه می زد. ولی وقتی از خواب می پرید به خودش دشنام میداد، به زندگی نفرین میفرستاد و مثل دیوونه‌ها تو اتاق دور خودش میگشت. زیر لب با خودش حرف میزد و باقی روزم برای اینکه فکر عشق تو خودش بکشه به دوندگی و رسیدگی به کارهای حاجی میگذروند. 7 سال به همین منوال گذشت. داشاکل از پرستاری و جانفشانی درباره زن و بچه حاجی ذره‌ای فروگذار نکرد. اگه یکی از بچه‌های حاجی ناخوش میشد، شب و روز مثل یه مادر دلسوز به پا شب زنده‌داری میکرد. به اونا دلبستگی پیدا کرده بود. ولی علاقش به مرجان چیز دیگه ای بود. و شاید همون عشق مرجان بود که اونو تا این اندازه آروم و دست آموز کرده بود. تو این مدت همه بچهای حاجی صمد از آب و گل در اومده بودن. ولی اون چه نباید بشه شد و پیش آمد مهمی روی داد. برای مرجان شوهر پیدا شد. اونم چه شوهری که هم پیرتر و هم بدگلتر از داشاکل بود. از این واقعه خم به ابروهای داشاکل نیامد. برعکس با نهایت خونسردی مشغول تهیه جهاز شد و برای شب عقد کنون جشن شایانی آماده کرد. زن و بچه های حاجی رو دوباره به خونه شخصی خودشون برد و اتاق بزرگ اوروسیدا رو برای پذیرایی مهمونای مردونه معین کرد. همه کله گنده ها، تاجرها و بزرگای شهر شیراز تو این جشن دعوت داشتن. ساعت 5 بعد از ظهر اون روز، وقتی که مهمونا گوش تا گوش دور اتاق روی قالیا و قالیچه‌های گرانبها نشسته بودن و خونچه‌های شیرینی و میوه جلوشون چیده شده بود، داشاکل با همون سر و وضع داشتی قدیمیش، با موهای پاشنه نخابشونه کرده، آرخلق راه شب بند قد داره، شال جوزه گره، شلوار دبیت مشکی، ملکی کار آباده و کلاه تاسوله نونوار وارد شد.
3 نفرم با دفتر دستک دنبالش وارد شدن. همه مهمونا به سر تا پاش خیره شدن. داشاکل با قدمای بلند جلوی امام جمعه رفت. ایستاد و گفت: آقای امام، حاجی خدا بیامرز وصیت کرد و 7 سال آزگار ما رو تو هچل انداخت. پسر از همه کوچیکترش که 5 ساله بود الان 12 سالشه. اینم حساب و کتاب دارایی حاجیه. اشاره کرد به 3 نفری که دنبالش بودن. تا به امروز هم هر چی خرج شده با مخارج امشب همه رو از جیب خودم دادم. حالا دیگه ما به سی خودمون و اونام به سی خودشون. تا اینجا که رسید بغض بیخ گلوشو گرفت. بعد بی این که چیز دیگه اضافه کنه یا منتظر جواب بشه سرشو زیر انداخت و با چشمای اشک‌آلود از در بیرون رفت. تو کوچه نفس راحتی کشید. حس کرد آزاد شده. بار مسئولیت از رو دوشش برداشته شده. ولی دلش شکسته و مجروح بود. گامای بلند و لاابالی برمی داشت. همینطور که میگذشت خونه ملا اسحاق عرقکش جهود و شناخت. بیدرنگ از پله‌های نم کشیده آجری اون داخل حیاط کهنه و دود زده ای شد که دور تا دورش اتاقای کوچیک و کثیف با پنجره‌های سوراخ مثل لونه زنبور داشت. روی آب حوض خزه بسته بود. بوی ترشیده، بوی پرک و سردابه‌های کهنه تو هوا پراکنده بود. ملا اسحاق لاغر با شبکلاه چرک و ریش بزی و چشمای طماع جلو اومد. خنده ای ساختگی کرد. داشاکل با حال پکر گفت: جون جفت سیبیلات، یه بطر خوبشو بده گلومونو تازه کنیم. ملا اسحاق سرشو تکون داد. از پلکون زیرزمین پایین رفت و پس از چند دقیقه با یه بطری بالا اومد. داشاکل بطری رو از دستش گرفت. گردن بطری رو به جرز دیوار زد. سرش پرید. اون وقت نصفشو سر کشید. اشک تو چشماش جمع شد. جلوی سرفش رو گرفت و با پشت دست دهنش رو پاک کرد. پسر ملا اسحاق که بچه‌ای زردنبوی کثیفی بود با شکم بالا اومده و دهن باز و مفی که رو لبش آویزون بود به داشاکل نگاه میکرد. داشاکل انگشتش رو زد زیر در نمکدونی که رو تاقچه حیاط بود و گذاشت دهنش. ملا اسحاق جلو اومد. رو دوش داشاکل زد و سرزبونی گفت: مزه لوتی خاکه. بعد دست کرد زیر پارچه لباسش و گفت: این چیه پوشیدی؟ این آرخلق حالا ور افتاده. هر وقت نخواستی من خوب میخرم. داشاکل لبخند افسرده ای زد. از جیبش پولی در آورد کف دستش گذاشت از خونه بیرون اومد. تنگ غروب بود. تنش گرم و فکرش پریشون بود. سرش درد میکرد. کوچه ها هنوز در اثر بارون بعد از ظهر نمناک بود و بوی کاگل و بهار نارنج تو هوا پیچیده بود. صورت مرجان، گونه های سرخ، چشمای سیاه، موجه های بلند با چتر زلف که رو پیشونیش ریخته بود محو و مرموز جلوی چش داشاکل مجسم شده بود. زندگی گذشته‌ش رو به یاد آورد. یادگارای پیشین از جلوش یک به یک رد می شدن. گردشایی که با دوستاش سر قبر سعدی و باباکویی کرده بود و به یاد آورد. گاهی لبخند می زد. زمانی اخم می کرد. ولی چیزی که براش مسلم بود این بود که از خونه خودش می ترسید. اون وضعیت براش تحمل ناپذیر بود. مثل این بود که دلش کنده شده بود. میخواست بره، دور شه.
فکر کرد بازم امشب عرق بخوره و با توتی درد دل کنه. سر تا سر زندگی براش کوچیک و پوچ و بی‌معنی شده بود. در این ضمن شعری به یادش افتاد. از روی بی‌حوصلگی زمزمه کرد: به شب نشینی زندانیان برم حسرت، که نقل مجلسشان دانه های زنجیر است. آهنگ دیگه‌ای به یاد آورد. کمی بلندتر خوند: دلم دیوانه شد ای عاقلان، آرید زنجیری، که نبود چاره دیوانه جز زنجیر تدبیری. این شعر رو با لحن ناامیدی و غم و غصه خوند، اما مثل این که حوصله‌اش سر رفت یا فکرش جای دیگه ای بود، خاموش شد. هوا تاریک شده بود که داشاکل دم محله سردزدک رسید. اینجا همون میدونگاهی بود که پیشتر وقتی دل و دماغ داشت اونجا رو قرق میکرد و هیچ کس جرأت نمیکرد جلو بیاد. بی اراده رفت و رو سکوی سنگی جلوی در خونه ای نشست. چپقشو در آورد چاق کرد. آهسته میکشید. به نظرش اومد که اینجا نسبت به پیش خرابتر شده. مردم به چشمش عوض شده بودن، همونطور که خودش شکسته و عوض شده بود. چشمش سیاهی میرفت، سرش درد میکرد. ناگهان سایه تاریکی نمایان شد که از دور به سمتش میومد و همین که نزدیک شد گفت: لوتی رو شب تار میشناسه. داشاکل کاکا رستم رو شناخت. بلند شد، دستشو زد به کمرش، تف کرد رو زمین و گفت: اروای بابای بی غیرتت، تو گمون کردی خیلی لوتی هستی، تو بمیری، رو زمین صفر نشاشیدی. کاکا رستم خنده تمسخرآمیزی کرد. جلو اومد و گفت: خیلی وقت دیگه این طرفا پیدات نیست. امشب خونه حاجی عقد کنونه. مگه تو راه داشاکل حرفشو برید. خدا تو رو شناخت که نصف زبون بهت داد. اون نصفه دیگه‌شم من امشب میگیرم. دست برد قمشو از غلاف بیرون کشید. کاکا رستم هم مثل رستم در هموم قمشو به دست گرفت. داشاکل سر قمشو به زمین کوبید، دست به سینه وایساد و گفت: حالا یه لوتی میخوام که این قمه رو از تو زمین دراره. کاکا رستم ناگهان بهش حمله کرد، ولی داشاکل چنان به مچ دستش زد که قمه از دستش پرید. از صدای اونا دسته‌ای گذرنده به تماشا وایسادن، ولی کسی جرأت میونجیگری یا پیش اومدن نداشت. داشاکل با لبخند گفت: برو بردار، ولی به شرطی که این دفعه قرص‌تر نگه داری، چون امشب میخوام خورده حسابامونو پاک کنم. کاکا رستم با مشتایی گره کرده جلو اومد و هر دو به هم گلاویز شدن. تا نیم ساعت رو زمین غلط میزدن، عرق از سر و روشون میریخت، ولی پیروزی نصیب هیچ کدومشون نمیشد. میونه کشمکش سر داشاکل محکم خورد رو سنگ فرش. نزدیک بود از حال بره. کاکا رستم هم اگرچه به قصد جون میزد، ولی تاب مقاومتش تموم شده بود. اما همین وقت چشمش به قمه داشاکل افتاد که تو دسترسش بود. با همه زورشون از خاک بیرون کشید و فرو کرد تو پهلوی داشاکل. چنان فرو کرد که دستای هر دوشون از کار افتاد. تماشاچی و جلو دویدن. داشاکلو به دشواری از رو زمین بلند کردن. چیکه های خون از پهلوش به زمین میریخت. دستشو رو زخمش گذاشت. چند قدم خودشو کنار دیوار کشون.
دوباره زمین خورد. بعد اونو برداشتن و رو دست بردن خونش. فردا صبح همین که خبر زخم خوردن داشاکل به خونه حاجی صمد رسید، ولی خان پسر بزرگش به احوال پرسیش رفت. سر بالین داشاکل که رسید دید با رنگ پریده تو رخت خواب افتاده. کف خونی از دهنش بیرون اومده و چشماش تار شده. به دشواری نفس میکشید. داشاکل مثل این که تو حال اغما اونو شناخت. با صدای نیم گرفته لرزون گفت: تو دنیا همین توتی داشتم. جون شما، جون توتی، بسپریدش به. دوباره خاموش شد. ولی خان دستمال ابریشمی رو در آورد، اشک چشمشو پاک کرد. داشاکل از حال رفت و 1 ساعت بعد مرد. همه اهل شیراز براش گریه کرد. ولی خان قفس توتی رو برداشت و خونه برد. عصر همون روز بود. مرجان قفس توتی رو جلوش گذاشته بود و به رنگ آمیزی پر و بال، نوک برگشته و چشمای گرد و بی حالت توتی خیره شده بود. ناگاه توتی با لحن داشی، با لحن خراشیده ای گفت: مرجان، مرجان، تو منو کشتی. به کی بگم؟ مرجان، عشقت منو کشت. اشک از چشمای مرجان سرازیر شد.